وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. اومدم یه نکته رو خدمتتون بگم در رابطه با مزونیدلینگ. ببینید این چند روز خیلی سوال پرسیدین که مزونیدلینگ چه کاری انجام؟ یه درمان کامله. یعنی شما اگر جای لک داشته باشین، اسکار و منافذ باز داشته باشین، چین شروکای ریز رو پوستتون ایجاد شده باشه، مزونیدلینگ بهترین درمانه. بهترین زمانی هم شما میتونید از این تراپی استفاده کنید توی همین فصل پاییز و زمستونه. مثلا میتونید 4-5 جلسه تا قبل از عید انجام بدین، دوباره میره برای سال بعد. ولی خب یه پوست ترتمیز و تازه داریم. جلسه بعدش هم خیلی مهمه. یعنی شما باید 2 هفته تقریبا میکاپ نکنید، از کرم پود استفاده نکنید و ضد آفتاب به هیچ عنوان فراموش نشه. اگر اهل مراقبت هستین من بهتون توصیه میکنم که این کار رو حتما انجام بدین و اینکه حتما یه متخصص رو انتخاب کنید. هر جایی برای مزونیدلینگ نرید. مثلا من یه کلاینت داشتم قبلا یه جایی مزونیدلینگ انجام داده بودن، بعد اومدم پیش من گفتن هانیه جون اون نیدلی که برای من تو جلسه اول استفاده کردن و دادم بهم، گفتم برو خونه ضد عفونیش کن، دفعه بعد داری میای بیار. در صورتی که اون یه بار مصرفه. مثل اینکه ما مریض بشیم بریم آمپول بزنیم، مجدد اون سرنگ رو نگه داریم تا دفعه بعد که مریض شدیم ازش استفاده کنیم. شما فکر کنین که چه اتفاقی برای انجام این تراپی انتخاب میکنید، چون همونطور که خیلی تاثیرگذاره خیلی هم حساسه. کار حساسیه. تکنیکا باید درست استفاده بشه و اون بیوتی تراپیستتون علمشو داشته باشه.